برای درست کردن کوکو بادکوبه خوشمزه و خاطره انگیز 1 قاشق رب گوجه فرنگی، 2 قاشق ماست، 2 قاشق آب لیمو، نمک، فلفل، 3 قاشق زعفرون، 2 قاشق پیاز داغ و 1 قاشق سیر داغ رو خوب مخلوط میکنیم. بعد بهش 5 تا تخم مرغ میزنیم و وقتی باز همش زدیم میذاریم 1 ساعت توی یخچال استراحت کنه. شما هم توی این فرصت دوباره بزن رو صفحه و این پست رو لایک کن. 1 ساعت بعد تو این مرحله 500 گرم مرغی که پختیم و ساتوری کردیم و با نمک، فلفل و زعفرون مزه‌دار شده رو همراه 2 قاشق زرشک، نصف قاشق بیکینگ پودر و 1 کم زعفرون به مواد اضافه میکنیم. کوکو رو داخل تابه لبه‌دار با روغن داغ سرخ میکنیم و توی مرحله اول از دمکنی استفاده میکنیم. وقتی خوب سرخ شد برش میگردونیم و غذا حاضر. به به چی شد! به همین راحتی و آسونی تونستیم کوکوی بادکوبه خوشمزه که یادآور خاطرات خوب جشن‌های عروسی قدیم هست رو درست کنیم. خیلی